سه تا اشتباه رایج که معمولاً کسب و کارهای خونگی به خاطر شکست میخورن. دومی از همه مهمتره. معمولاً اکثر کسب و کارهای خونگی توی 3 ماه اول ناامید میشن و شکست میخورن. اما چرا؟ بزن اسلاید بعدی تا بهت بگم. اشتباه اول، رانندگی کردن توی مهر اصلاً منطقی نیست. یه کاغذ بردار، ببین چی میفروشی، به کی میفروشی و کجا میخوای بفروشی. این 3 تا سوال رو بپرس و جوابش رو حتما بنویس. اشتباه دوم و مهمترین اشتباه، این که همه فکر میکنن برای تولید محتوا کردن باید تجهیزات میلیونی داشته باشن و همین کمالگرایی بهشون اجازه حرکت کردن نمیده. من خودم یکی از استارتاپامو فقط با کامپیوتر و اینترنت بالا آوردم. مهمترین قدم فقط شروع کردن و تداوم هستش. اشتباه سوم، یه بذر رو که توی خاک میکاری حداقل چند وقت زمان میبره تا این بذر جوونه بزنه و میوه بده. نباید توقع داشته باشی که با 3 ماه کار کردن مداوم به اون نتیجه دلخواهت برسی. اولین استارتاپ من بعد از 9 ماه به درآمد رسید. و صبر نقش مهمی داره. منو دنبال کن تا تو مسیر راه اندازی کسب و کارت کنارت باشم. اگه دوست داری توی کامنت ها بنویس کدوم اشتباه رو انجام دادی تا توی استوری ها جواب کامنتت رو بدم.